بیگانه گر میشکند با که نیست از دوست بپرسه چرا میشکند. سلام به یار و دوستان از نامی زندانیان محبسی مگین مورد ما بیوز خم رقص کردم میرم شما همشن نخرید سلامت باشید زنده رقص باشید. کردم شرکت СОФСАВДО پیشنهاد میکند برای برآوردن ریش موی سر و نیز کردن کرم، درد معده، بیزوریاتی، داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میکند. اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروهای پروتئین B12 و گنرهای СОФСАВДО استفاده برید. داروهای الهدایه به نمود کپسول و روغنی که حتی حبیب نورماگомедов توصیه میدهد به شما پیشنهاد میکنیم. دستافکا به همه شهرهای روسیه، مسکو و سن پتربورگ آفیس‌های کلان این شرکت قرار دارد. رقم‌ها برای تماس در روی اکران‌های شما. اگر از نام کانال فرهناز لایف گپ زنید، تخفیف الهه‌ای کرده می شود. سلام بازم سلام تماشاگران و مخلصان سامانه فرهناز لایف. برنامه گل ناز را آغاز میکنیم. مهمان امروزه ما هستند گلدانه علیارزاده. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه گل ناز. زنده و سلامت باشن. اپا جان برنامه گل ناز را تماشا کرده خبر دارید چی گونه برنامه است؟ برنامه بسیار زیاد شده ولی تماشا نکردم. خوب میفهمونم که برنامه گل ناز چگونه برنامه است، از چی شرط عبارت است. خوب برنامه گل ناز از سه شرط عبارت است. یعنی شرط اول بیلبرک یک جای سرودخوانی میکنیم. اولین سرود را من میخوانم، آخری سرود با کدام حرفی که تمام شد شما میخوانید. هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه گر میشکند با که نیست از دوست بپرسه چرا میشکند. فرهناز آواز خوش و دلم داره که شما حافظه میشین چی؟ رحمت اولین آدمی که وز مرا تعریف کرد. خوب خوب شما پخش من خواندن میتونی پیش من حافظه ایم نکی. سلامت باشه مرحمت. حرفی ده. دلی درمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرای بیشنوی بی وفا خبری قلبی مرای بیشنو ای بی وفا برم بی وفا آمدت گردم جان قد و قامتت گردم ای تو جانانی من باشی ای نازکا بگردم تشکری زیاد برای یادم کردنتان. حرفی می ندارم من خبر از مادری پیر دو پای بسته دارم به زنجیر از این دوری او هر شب و هر روز برای مادرم دلگیر و بیلگیر روزه روم از دنیای مرا جویه ده تو بیرم ای نامسلمان نداری ذرای ایمان فهمیدم دروی هستی به وفای پول پرستی. خوب حرفی ای. یک دو سه چهار پنج. خوب من مغلوب برآمدم. تشکر زیاد. زنده باشه. خوب آقا جان عزیز من میگذاریم به شکل دیگه برنامه. مرحمت. خودی ها رو بشوید. چی باشه؟ من میکشم شما میکنید به موسیقی رقص کنید. من به موسیقی رقص کردم میرم شما همشن نخرید سلامت باشه زنده رقص باشه. کردم چه خیلی رقص تشکر زیاد زنده باشه. جمعون از رحمت تمام. زنده و سلامت باشه. مرحمت. برو مدام بله. خوب شما دوگانه‌تون رو با دوست داشته‌تان می‌بینید یک جا. با دوگانه‌تون چی می‌گوید و با دوست داشته‌تان همین حالت رو تصور کنید و آن چیزی که می‌گوید بگید تا می‌فهمید. وقتی که حل شده جا می‌بینم من میرم جوره هم دوست داشتم رو می‌گیرم رنگ همون بچه خیلی نش دادن من خیلی نش دادن میرم دو تا 15 یک تصمیم میشم. سلامت باشین. بهترین جواب. مرحمت دیگرش رو بشید.
در یگان جای دروغ گفته اید که دروغتان رو قپیده باشم نقل کنید. من حیات کی دروغ میخوام. خود در کدام حالت بیشتر که انا همین حالت شده است؟ یه باره دوستم زنگ زد که بریم اونجا بشینیم. گفتم که نه من رفتن نمیتونم کم در بیت تو با کسالم توی رو میرفتم. توی میرم بوم و یه بار میگه جو هر روز توی در روز توی داخل میگم رفتم توی خانه که در همون توی اشتگی. خوب سلامت باشن اپای گلدونه. چون سیم شرط من چند سوال رو با شما پیشنهاد میکنم بعدا حساب میکنه. خیلی خوشی. خب اپای گلدونه میگفتید که آن همین کسب سرایندگی چون توی آن همین سالهایی که روی صحنه هستید با مخلصانتون هستید چی داد آن همین کسب سرایندگی برای شما؟ چی خوبی داد چی بدی داد؟ خوبیش همینه که شورانه خود سویبی همه چیدم با خوبیش همینه که این شما قد شناس شدم بسیار چهره اشناخته رفت آمد دارم شناس دارم صنعت بوده بسیار چیزها را عبور پیدا کردم خاکو یه خیلیش بگن صنعت کاری خوب نیست نه برای من یکم بدی نیورده پس دیدن اولم برای صنعت ندارم. سلامت باشن. سوال دیگر اولین سرودی که شما خواندید کدام است و کدام سرود شما را آن همین در مردم مشهور کرد؟ سرودای من بسیار زیاد سرود دارم تو بیره 2015 مشهور شد. این سال با سرود زندانی با من دختر دیهاتم اکثر دیگه من اینجوری محمود خطیبه خواندم سرودان این سرودان. اولین سرودی که شما را مشهور کرد بین خلق و آخرین سرودی که زندانی رو بفکرم خیلی شد بین مردم چرا مثل آن همین سرود را خواند بعدا خیلی خوش میکنه. تو بیرم ای نامسلمان نداری ذره ایمان فهمیدم دروی هستی به وفایی پول پرستی فهمیدم دروی هستی به وفایی پول پرستی. تشکر زیاد. سرود زندانی. سلام به یار و دوستان از نامی زندانیان محبسی مگین مورا دوست می‌داریم شما را جوانانی محبسیم دخترای در قفسیم تنها نکنین ما را ای آزادیمان می‌فوره تنها نکنین ما را ای آزادیمان می‌فوره. اپا جان عزیز در آخر برنامه از طرف سامانه فرهمزلایف برای شما تحفه تقدیم می‌گردد. کمی ما را به جای بزرگی قبول کنید. مرحمت این تحفه از سامانه فرهمزلایف. چی باشم؟ با احتیاط باشید. نمی‌ترسم. آدم اتفاق می‌ترسه با مرحمت. باید چیز جاندار نمیشه بود. خوب شاید واو سلامت باشین. این تحفه از طرف فرهمز. حساب نکنم من چشم نرسه بود. نه خوب حساب کنه. خواهد دیگر حساب کنه. ای رو بیافتی میگن حساب میکنه. بله. با من حساب کنه. 1 2 3 4 5 6 7 مبارک باشد. سلامت باشد. خب اپا جان در آخر برنامه بحر مخلصان سامانه فرهمزلایف چی گفتن بود؟ چگونه بود آن همین برنامه گلی ناز؟ برنامه بسیار برنامه خوب بود بهترین بود. بود قصد رودخانه را یاد گرفتیم به اینجا. سلامت باشد. یاد گرفتیم. پرومش کردیم برسل دارم. زنده باشیم دوستان عزیز بیاین در همین برنامه اشتراک کنین. من سویبی فشاری بعد نگفتن نمونه کانال من را مونه باید بسید سکنین. دوستان عزیز زنده باشین او را ای طریق این کانال تماشا بکنید و همه شما بربری و خانمادی و سلامتی و تمام زنده و سلامت باشین. بار دیگر خوش آمده. مخلصان عزیز تماشاگران گرامی اما همین دورچه‌ای که می‌بینید کانال اپای گلدونه است. مرحمت در اومده ابونه شوید و
از کلیپ‌های نو به نو اپای گلدانه با خبر بگردید. تا برنامه‌های دیگر خداوند یارتان باد. خیر.